نقطه ضعف لیونل مسی قد کوتاهشه. نقطه ضعف کریس رونالدو حسرت قهرمانی در جام جهانیه. نقطه ضعف هری کین ویترین خالی از جامه. نقطه ضعف امباپه غرور بیش از حدشه و نقطه ضعف نیمار بدن شکننده و ضعیفشه. اما یه بازیکن هست که از همه این ضعف‌ها فراتر رفته، کسی که انگار ترکیب تمام مهارت‌های فوتباله. مثل مسی دریبل میزنه، مثل کریس رونالدو شوت میزنه، مثل هری کین سرزنی میکنه، مثل امباپه سرعت داره و مثل کوین دی بروینه موقعیت میسازه. هوادارا عاشقش میشن، مثل رونالدینیو بینشش مثل پیرلو تحسین میشه و به اندازه زیدان الهام بخشه. اما با همه این ویژگی‌ها همیشه فراموش شده. نه پله است، نه مارادونا و نه حتی نیمار اسمش رو آقای قهرمان میذارن. نماد کمال و استقامته. ذهنی از فولاد داره و حتی تو حساس ترین لحظات نمیلرزه. شاید فکر کنی رونالدوه، اما نه، او آنتونیه، بزرگترین دریبل زن و بهترین بازیکن تاریخ منچستر یونایتد و حال حاضر تیم بتیس اسپانیا. افسانه‌ای که باید اسمش برای همیشه در تاریخ فوتبال ثبت بشه، یا حداقل طرفدارای منچستر اینجوری فکر میکنن.